امروز در شهر توکیو ژاپن مسابقه توکیو گرند سلم 2023 آغاز شد. در مسابقه مذکور طبق اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو 506 جودوکار 298 مرد و 208 زن از 84 دولت جهان شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه 10 ورزشگر میان مردان نمایندگی میکند. در روز اول مسابقه رقابت‌ها از روی وزن‌های 73 81 و تا 90 کیلوگرم میان مردان جریان گرفت که در همه وزن‌ها پهلوانان تاجیک هنرنمایی نمودند. تاجیکستان را در وزن تا 73 کیلوگرم بهروز خوجازاده با ابوبکر شیروف، در وزن تا 81 کیلوگرم سامان محمدبکov با محمد جان عبدالجلیل زاده و در وزن تا 90 کیلوگرم کامرانشاه استوپیریان معرفی کردند. از میان آنها تنها به سامان محمدبکov میسر شد که مقام پنجم را کسب نماید. در رقابت‌های وزن تا 73 کیلوگرم بهروز خوجازاده رقابت را در توکیو گرند سلم 2023 خیلی خوب آغاز کرد. پهلوان شناخته تاجیک در دور اول با یک هنر و مهارت والا از صدر راه آتر کوانتیتسی پرتغالی را بیرون کرده و دور دیگر برآمد. در دور دوم بهروز با یکی از جودوکاران موفق جهان لاشا شودتاشویلی گوشتین گرفت. با وجود هنر والای لاشا پهلوان تاجیک توانست که این ورزشگر را که در کارنامه خود نشان طلای چمپیونات جهان و همزمان جایزه‌دار بازی‌های المپیک است شکست بدهد و به دور دیگر برآید. در دور چهارم نهایی مسابقه مذکور بهروز با اورلاندو کاسورلای 23 ساله از فرانسه قوازمایی کرد و با یک اشتباه مواجه شکست شده از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماند. نماینده دیگر تاجیکستان در وزن 73 کیلوگرم ابوبکر شیروف در دور اول توکیو گرند سلم مقابل ماسایوکی ترادا از تایلند پیروز شد. در دور دوم باشد ابوبکر در یک رقابت سخت و سنگین از جودوکار صاحب تجربه کانادایی آرتور مارگلیدون شکست خورده ترک مسابقه کرد. جودوکار صاحب نام تاجیک قهرمانی جهان میان جوانان و غالب یک قطار مسابقه‌های بین المللی به خصوص دارنده نشان طلای بازی‌های آسیایی سامان محمدبکov در رقابت‌های وزن تا 81 کیلوگرم برای به دست آوردن مدال خیلی نزدیک بود. سامان در دور اول آزاد بود و در دور دوم به اساسگذاران گوشتنی جودو کایتو امانوی ژاپنی گوشتین گرفت و در این مبارزه پهلوانی کشور ما غلبه به دست آورد. در دور سوم سامان با وچید بورچاشویلی از австрия گوشتین گرفت. بورچاشویلی یکی از جودوکاران نامدار جهان محسوب یافته غالب یک قطار مسابقه ها نیز به حساب می رود. لیک با وجود آن سامان بسیار هم مبارزه شدید برده و در نهایتا توانست که در وقت طلایی بر این حریف خود نیز غلبه به دست بیارد. سامان محمدبکov در دور چهارم نهایی در یک رقابت سخت و سنگین در وقت طلایی مقابل رقیب ناآشنا دوید کراپتیان ظفر یافته به دور نیم نهایی برآمد. سامان محمدبکov را در دور نیم نهایی مسابقه ضرور بود که نظر به رقیب خود فعالتر باشد و از اصولهای زیاد کار بگیرد، زیرا ماتیاس کاسی که رقیب او محسوب میشد خیلی هم ورزشگر پرقوت و صاحب استعداد محسوب می‌یابد. در جریان این قوازمایی سامان محمدبکov 3 مرتبه آگاهی گرفت و این باعث شد که نماینده بلژیا به مرحله فینالی راه بیابد. سامان محمدبکov پس از ناکامی از ماتیاس کاسی برای نشان برنجی مسابقه توکیو گرند سلم مبارزه را ادامه داد و برای اشغال زینه سوم نیز سامان بازم 3 مرتبه بر مقابل زلیم تکسی آذری شیدو گرفت و همین گونه در مجموع زینه پنجم را از آن خود کرد. امروز همزمان در رقابت‌های وزن تا 90 کیلوگرم کامرانشاه استوپیریان نیز بالای تتمی برآمد. کامرانشاه در دور اول آزاد بود و در دور دوم بر زیادارس سلیتسی یونونی دست به گیر ابان شد و در این مبارزه پهلوان کشور ما موفق شد. کامرانشاه استوپیریان در دور 8 نهایی توکیو گرند سلم 2023 در یک رقابت سخت و سنگین از میخائیل ایگالنیکوف ناکام شد. در این مبارزه کامرانشاه را 3 مرتبه با شیدو جزا دادند و این باعث شد که او ترک مسابقه بکند. میخائیل ایگالنیکوف توانست که در این مسابقه برنده نشان برنجی بگردد. همین گونه در روز اول رقابت ها به پهلوانان تاجیک میسر نگردید که مدال به دست بیارند. اما اکنون در روز دوم مسابقه مذکور باز جودوکاران دیگر تاجیک روی تتمی خواهند برآمد.